فقط 5 دقیقه وقت داری کامرای فامیل صحبت کنی. پدر جان فقط 5 دقیقه چی است؟ 5 دقیقه یعنی ای که دیگر وقتی ما پوره از فرزند عزیزم. پدر جان آیا به خیر خانه می روی؟ نه فرزند عزیزم، شاید که شما باشین دیگر وقتی ما پوره است دیگر ما شاید در اینجا دیگر نباشید. اگر شما نباشید من چطور زندگی کنم؟ پدر جان چرا گریه میکنی؟ فرزند عزیزم، این 2 میلیارد مسلمانی که با غفلت خوابیده اند، اگر اینها بیدار می بودند شاید که از ما دفاع می کردند، اما ما اگر در نزد پروردگار خود رفتیم از تمام امت مسلمه بی وفا در نزد پروردگار خود شکایت خواهد کردیم. فرزند عزیزم، تو جرأت و استقامت خود را از دست ندی، تو امید آینده ملت تو هستی فرزند عزیزم، تو گریان نکو فرزند عزیز من. الملت مسلمان هیچ کس امروز صدا نمی کند، هیچ کس امروز مسلمان نیست که صدای خود را بلند کند جز این که فلسطینی بود، جز این که مظلوم بود. شبها امروز صدای پای پدرم را میشنوند، فکر میکنند که پدرم دروازه را باز میکند اما دروازه باز نمیشود. من با گریه خوابم میبرد. ای امت مسلمه، ای امت مسلمان، ای ملت مسلمان، امروز من کودک هستم، درد را هم خوب میفهمم، خوب میدانم. درد یعنی گرسنگی، درد یعنی گرسنگی، در نگاه مادرم که هر روز شکستگی میشود. اما پدرم، ای ملت مسلمان، امروز من فقط از شما اصلا میخواهم، من از شما فقط میخواهم که دعا کنید، من فقط از شما میخواهم که صدای ما باشید. قبلگاهی که ویران شد برای شما مثل بیگانه شد. یهودی چو گرگی که خون میخورد، همه کودک و نوجوان میکشد. به هر سو جسدهای پیر و جوان ندارم صدا.